آره حالا واسه اتفاق افتاده که میخوای استریم رو استارت بزنی ولی یه وبکم حرفه‌ای نداری، اشکال نداره، میتونی همین یه گوشی ساده رو تبدیل به وبکم کنی. چطوری؟ بیا به توضیح بدم. اولین کاری که میکنی گوگل کرومو باز میکنی. بعد مینویسی چی؟ مینویسی آی وی کم. سایت اصلیش هست، فیلتره ذاتاً. برای من که فیلتره میزنم روش نمیاره، میزنی روی یاستیر، میری از اینجا دانلود میکنی، نصبش میکنی. رو گوشی هم همینطور، تو پلی استور یا اگه مثلا فکر کنم نسخه آیفون هم داره، تو اپ استور میزنی آی وی کم میاره، با سیم وصل میکنی گوشی تو، کارتو راه میندازه. دومین برنامه چیه؟ مینویسی آرون وبکم اگه اشتباه تلفظ نکنم. اینم همینطور، من خودم دارم از این استفاده میکنم، چون آی وی کم یه باگی داره که نسخه پیسیش مثلا فریه ولی رو گوشی که وصلش میکنی پولیه. خب بعد از وصل شدن 3-4 بار وصل شدن دیگه از 640 پی بهت رزولوشن کامل نمیده، اون کیفیت خوبو نمیده. این باگش رو چطور میتونه فیکس کنی؟ بری تو ستینگ برنامه، یعنی رو برنامه نگه دار، بری تو ستینگ خود گوشی. خب دلت کلیر دیتا رو بزن یا کلیر کش، هر جفتش هم بزن. بزنید دوباره وصل میشه اوکی. ولی این آرونی وبکم این باگو نداره. باگ که نیست، این محدودیت رو نداره. و یه برنامه هست که واقعا به شد توصیهش میکنم، چیه؟ کمو استودیو. ببینم خودش اوورد. متاسفانه نه فیلتر نیست، خدا شکر. بهترین برنامه واسه اینی که گوشی رو تبدیل کنی به وبکم، مخصوصا اونایی که آیفون دارن. رو اندروید هم جوابه ولی بیشتر رو آیفون بهینه سازی شده. به غیر از گوشی، اگه یه وبکم ارزون که قیمت گرفتی که کیفیتش حالا خوب نیست یا اصلا مثلا رنگا رو درست نمیندازه و اینا، این مشکل رو تو حل میکنه. داخلش پر از ستینگ و ایناست که قشنگ میتونه با اونا ور بری. حتی یه قابلیت داره که میتونه فیس تو ترک کنه، یعنی یه قشنگ خودش به صورت هوش مصنوعی داره توش. فیس تو میای اینور دوربینو میاری اینور، میاری اینور دوربینو میاری اینور. خیلی برنامه باحالیه، بهتون پیشنهاد میکنم بریزین. فقط این یه مشکلی داره که رم و سی پی یوتون رو به شدت درگیر میکنه، خیلی درگیر میکنه. و پیشنهاد واسه اونایی که رم و سی پی یوشون یکم زیاد قویه اونا ازش استفاده کنن، و یعنی این یکی برنامه هم خیلی خوبه. من خودم پیشنهادم آرونیکمه، من خودم دارم از آرونیکم استفاده میکنم. خیلی برنامه باحالیه. اگه میخوای آموزش های بیشتری رو ببینی پیج منو فالو داشته باش.